سرخط خبرها: خشم شدید ترامپ از یک تصمیم در مورد جنگ با ایران. جزئیاتی از توافق 4 مرحله ایران و آمریکا. کلید خوردن بزرگترین همکاری هسته‌ای ایران و روسیه. و سرنگونی بیش از 270 پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف روسیه. سلام، به اتاق خبر خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به نتیجه رأیگیری در مجلس نمایندگان که قدرت و اختیاراتش در جنگ با ایران را محدود می‌کند، ضمن انتقاد شدید از آن این رأیگیری را بی‌معنا توصیف کرد. ترامپ در شبکه اجتماعیش موسوم به ترو سوشال نوشت: روز گذشته در یک رأیگیری بی‌معنای مجلس نمایندگان آمریکا شامل جمهوری‌خواه بعد و همه دموکرات‌ها در بحبوحه مذاکرات نهایی من برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی ایران به محدودیت‌های قدرت جنگی هم رأی دادند. چه کسی این کار غیر میهن پرستانه را انجام می‌دهد؟ ترامپ در ادامه نوشت: آنها می‌دانند که مذاکرات در چه مرحله است. دموکرات‌ها انگیزه مخالفت خود را از سندرم نفرت و تنفر از ترامپ می‌گیرند و حاضر هستند به موفقیت کشور لطمه بخورد تا من به پیروزی دیگری نرسم. رئیس جمهوری آمریکا افزود: داستان 4 جمهوری‌خواه متفاوت است. آنها به دنبال نمایش دادن هستند. باید از خودشان شرمنده باشند. آمریکا را بزرگ می‌کنیم. مجلس نمایندگان با 215 رأی موافق در مقابل 208 رأی مخالف به تصمیم مجلس نمایندگان مبنی بر محدودیت اختیارات جنگی ترامپ رأی مثبت داد. در این دور از رأیگیری 4 جمهوری‌خواه به همراه دموکرات‌ها به آن رأی دادند. العربیه گزارش داد که واشنگتن و تهران به یک توافق موقت چند مرحله‌ای نزدیکتر می‌شوند که با کاهش تنش آغاز می‌شود و در نهایت می‌تواند به برنامه هسته‌ای ایران نیز بپردازد. در ادامه این مطلب آمده است: مذاکرات بر محور یک پیشنویس منتشر نشده از یک یادداشت تفاهم متمرکز است که چهارچوبی را در 4 مرحله متوالی ترسیم می‌کند و هر مرحله به اجرای تعهدات متقابل وابسته است. مرحله اول بر تثبیت آتش‌بس، جلوگیری از تشدید تنش‌ها و جلوگیری از گشوده شدن جبهه‌های جدید منطقه‌ای تمرکز دارد، در حالی که ایران اصرار دارد لبنان نیز در این چهارچوب گنجانده شود. مرحله دوم به امنیت دریایی در تنگه هرمز می‌پردازد، از جمله بازگرداندن کامل جریان کشتیرانی تجاری و کاهش محدودیت‌ها بر کشتی‌ها و مسیرهای انرژی. مرحله سوم شامل اقدامات محدود و تدریجی برای اعتمادسازی اقتصادی خواهد بود، از جمله کاهش محدود تحریم‌ها، آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران و تسهیل محدودیت صادرات نفت. مرحله نهایی به مسائل راهبردی اصلی خواهد پرداخت، از جمله برنامه هسته‌ای ایران، سطح غنیسازی اورانیوم، سازوکارهای نظارت بین‌المللی و ترتیبات بلند مدت امنیت منطقه‌ای. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران میگوید که اسرائیل باید به نقطه قبل از شروع جنگ 40 روزه عقب نشینی کند. او در پیامی ضمن حمایت از مقاومت لبنان، اسرائیل زدایی از منطقه را از اهداف قابل تحقق جهان اسلام دانسته است. به گفته آقای قاآنی، عقب نشینی اسرائیل به مواضع پیش از شروع جنگ 40 روزه حداقل مطالبه مقاومت است. لبنان و اسرائیل شب گذشته اعلام کردند که در جریان مذاکرات در واشنگتن بر سر اجرای آتش‌بس به توافق رسیدند. اجرای این توافق منوط به توقف کامل حملات حزب الله و همچنین تحقق چند شرط دیگر است. حزب الله با مذاکرات مستقیم مخالف است و به حملات به نیروهای اسرائیلی در لبنان ادامه داده است. همزمان حملات اسرائیل به جنوب لبنان هم ادامه دارد. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه با اشاره به همکاری ایران و روسیه در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای گفت: در کنار همکاری ایران و روسیه در زمینه نیروگاه اتمی بوشهر، نیروگاه هرمز را به عنوان پروژه بزرگ مقیاس در دست داریم و در سال 2025 تفاهم‌نامه‌ای با حجم 25 میلیارد دلار امضا کردیم. وی افزود: این طرح بزرگترین پروژه اتمی ایران است که بخش خصوصی ایران در دست انجام دارد و با روساتم همکاری می‌کند.
جلالی با تشکر از حمایت روس‌ها از کشورمان به ویژه پیام‌های تسلیت و محکومیت ولادیمیر پوتین پس از شهادت مقام معظم رهبری و تجاوز به ایران اظهار کرد. در صحنه کارزار بین‌المللی دو کشور روسیه و چین در نیویورک، وین و سایر مجامع بین‌المللی در کنار جمهوری اسلامی ایران ایستادند و از حقوق بین‌المللی و در ذیل آن از مواضع جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند. وی با بیان اینکه ایران نه قصد حمله به کشوری را داشت و نه به کشوری حمله کرد گفت کشورهای همسایه را بسیار مهم می‌دانیم و هیچگاه نقض حقوق همسایگی نکرده ایم، ولی از قبل اعلام کرده ایم که از هر جایی به ما حمله شود ما آنجا را مورد حمله قرار خواهیم داد. این حق طبیعی ایران است. نمی شود از جایی به کشور ما موشک پرتاب شود و فرزندان و مردم ما را به شهادت برساند و ما نگاه کنیم. بنابراین ما به کشورهای همسایه حمله نکرده ایم، به پایگاه‌های متجاوزان حمله کرده ایم و این اقدام کاملا منطبق با حقوق بین الملل است و ما خطایی انجام نداده ایم. سفیر جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: ما از قبل اعلام کرده ایم ترتیبات امنیتی منطقه‌ای مبتنی بر وام گرفتن امنیت از قدرت‌های فرامنطقه‌ای راه به جایی نخواهد برد. ما باید سازوکار امنیت منطقه بومی ایجاد کنیم و امروز سخن جمهوری اسلامی ایران اثبات شد که امنیت خریدنی نیست و دیگران نمیتوانند برای ما ایجاد کنند و ما باید خودمان ایجاد کنیم. وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ده‌ها پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف این کشور طی ساعات گذشته خبر داد. به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از سرنگونی 272 پهپاد اوکراینی خبر داد. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 272 فروند پهپاد اوکراینی را طی شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بلگورود، بریانسک، ولگوگراد، ورونژ و کورسک رهگیری و منهدم کردند. گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 21 فوریه 2022 با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 3 روز پس از آن پنجشنبه 24 فوریه 5 اسفند 1400 نیز عملیاتی نظامی که آن را عملیات ویژه خواند علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو کیف به رویارویی نظامی تبدیل شد. آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کیف ارسال کردند. سپاس از اینکه تا پایان با ما همراه بودید.